برای پیشگیری حالت‌های خودسرانه رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از آماده شدن طرح قانون درباره پلیس خبر داد. او در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت تبدیلی میلیسا به پلیس به خرج کلان نیاز دارد. این در حالی است که روند اصلاحات با سرمایه‌گذاری بین المللی 12 سال پیش سر شده ظاهرا تا حال نتیجه نظررس نداده است. لایحه قانون آماده شدگی هست. البته با تشکیلات‌هایی که با ما همکاری دارن اساساً OBC ما گفتگوشنی داریم برای مبلغ‌گذاری و در آینده این مشکلات را حل کردن. ما نماینده مخصوصی مقامات کارهای داخلی اوید به اصلاحات میلیسیا تعیینات شدگی است گنرال صفی‌الله عزیزلوزاده. از آغاز اصلاحات تا سال 2021 برای اجرای آن از بودجه دولت 1 میلیارد و 18 میلیون سامانی و از حساب سازمان‌های بین المللی 493 میلیون سامانی مصرف شده است. دفتر برنامه‌های سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رد آزادی به ادامه پشتیبانیش از اصلاحات میلیسیا تاکید کرده، اما از حجم مبلغ کمک به این روند خودداری کرده است. به نوشته این نهاد، دفتر سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را در بازنویسی قانون درباره پلیس حمایت مالی کرده، برای تشخیص قانون کارشناس بین المللی را جلب کرده است. همچنین دفتر سازمان امنیت همکاری اروپا نوشته است که آنها با موافقه رسیدند که در پایان ماه فوریه لایحه کارکرد شده را با حضور کارشناسان بین المللی و نماینده های سفارتخانه ها و سازمان های بین المللی ارزیابی کنند. 6 سال پیش در حاشیه یک جلسه گروه کاری عاید به اداره اصلاحات میلیسیا اونیفرم یا لباس پلیس تاجیک معرفی شده بود. آن زمان رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود برای گذریش از نظام میلیسیا به پلیس تمام ساختار تا جزئیات باید تغییر داده شود. وضع نمودن نام میلیسیا با پلیسیا این تغییر پوره تمام خصوصیت‌های و قابلیت آن علاقه‌مند رو در نظر دارد. یعنی محتوای اون باید تغییر داده شود. مثلا حجت‌گذاری نوشته جزوهای گوناگون، علامت‌ها، گلدوزی‌ها، شتم‌ها، مهرها، بلنک و بسیار دیگر. این چنین اهمیت نهایت مهم را تغییر داده مفکوره کارمندان اشغال می‌نماید. بنابراین باید برنامه‌های درسی، کورس‌های تربیوی، کنفرانس‌ها، سمینارها در این جهت تشکیل داده شود. در گذشته رمضان رحیمزاده بارها سازمان امنیت همکاری اروپا را برای اجرا نکردن مسئولیت‌هاش در سمت مبلغ‌گذاری انتقاد کرده بود. اما دفتر برنامه‌های سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه گفته بود این موضوع را شرح نمی‌دهد. در سال 2021 یک برنامه دیگری 5 ساله اصلاحات میلیسیا آغاز شده بود و ادامه دارد، اما تا حال میلیسیا پلیس نشده است.